خودی در محل سجده سهو هم بین علما رحمت الله علیهم خلاف است. قول یکم این است که سجده سهو همه‌اش بعد سلام می شود گفتند و این قول مذهب حنفی رحمت الله علیهم است. یعنی همه وقت سجده باید بعد سلام باشد گفتند. قول دوم سجده پیش از سلام است گفتند. این قول شافعی ها و حنبلی ها هست. بنابراین به همین حدیث هایی که ببینید در صحیح بخاری است، پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از آن که سلام دهند اول سجده کردند بعد سلام دادند. و قول سیوم تفصیل است بین نقص و زیادت. این مذهبی مالک است. گفتند که اگر در نماز کوتاهی کند، اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم به جای اتحیات ننشستند، کوتاه کردند نماز را، پیش از سلام سجده میکند گفتند. و اگر رفت در نماز زیادتی کند، اول به دو طرف سلام داده بعد سجده میکند گفتند.